رسول الله میگه من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میخوای گناهایت بکمل محو شود؟ ای بندی مومن، ای بندی مومن، میخوای گناهایت دفع شود؟ رسول الله میگه کسی که لیلة القدر از روی ایمان و طلب اجر الله هیچ وجه دیگه بدش نبود، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه سابقش کمال از بین میره. ای بنده مومن دیگه چی نیاز داری؟ احسان الله را ببین چقدر عظمت داری، تو قائل است ذاتی که تو را پیدا کرده. الله برات میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، و قرآنی که در خانیت است و قرآنی که تو قطعش تعلق داری، میفهمی منزلت زوره. ما نازل کردیم قرآن در این شب، نزول قرآن در این شب در کدام مرتبه رسون، به کدام درجه رسونده؟ کدام شب؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، و شبی که از 1000 ماه عبادت از این عظمت داره. همسایگی قرآن این قدر تاثیر در شب گذاشت. یا طراز الكون انی عاشق، که رسول الله فرموده من قام رمضان یا بدر التمام ایمانا و احتسابا، کسی که رمضان قایم کرد، نماز تراویح خواند. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که رمضان روزه گرفت. من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کسی که شب قدر قایم کرد. خواهر سه گپ، روزه، نمازهای شب، احیای زنده کردن لیلة القدر. من میگم که سخن رسول الله قدر وقت پیدا میکنه که دو کلمه را قطعش بفهمیم، ایمانا و احتسابا، که من عقیده داشته باشم، باور داشته باشم سخن رسول الله است، سخن پیغمبرم است، سخن کسی است که از نفسم کدم بسیار پیش است برای من، سخن پدر معنوی هم است، سخن شخصیتی است که بدون موقف و نقشی از این راه نجات ندارم، بدون تابعداری از این راه رسیدن به الله ندارم. سخن شخصیتی است که بدون شفاعت از این من هیچ راه خلاصی ندارم. سخن شخصیتی است که الله برام انتخاب کرد امام. سخن شخصیتی است بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم. الله اکبر، لقد جاءکم رسول من الله. برای شما شخصیت پیغمبری آمده. میشناسی شخصیت پیغمبره؟ کدام شخصیت است؟ پدر جان خود چقدر دوست داریم. پدر جانم وصیت کرده، ما این وصیتش نافذ میکنم. و مردکه بدعت است نکو، پدر جانم گفته ماندنیش نیستم. از پدر کده که خیلی به درجه ها بالاتر قدر و قیمت داره، که الله برات گفته لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه. سرش خیلی دشوار تمام میشه، سخت تمام میشه. رسول الله نمیخواه که امت در تکلیف باشه. پیغمبر میگه کسی که نماز خفتنه با جماعت ادا کرد نصف شب زنده تیر کرد. الله اکبر. ای بنده مومن قدر تا میدانی، عزت تا میدانی. عزیز سخت تمام میشه.